سلام خدمت شما دوستان عزیز، من پرهام گیم پلی هستم و خیلی خوش اومدید سراغ ادامه جی تی ای داستانیمون. امیدوارم از سری جی تی ای داستانی که برای شما ویدیوشو میگیرم خوشتون بیادش. دوستان مرامی کانال آپارات ما رو دنبال کنید و دمتون گرم که وقت میذارید و ویدیو ما رو تماشا میکنید. تنها هدف بنده اینه که خنده به لبتون بیارم و تا جایی که میتونید بخندین و لذت ببرید. ویدیو ما رو باز نکنید و بذارید افراد بیشتری بتونن ویدیو ما رو تماشا کنن. دوستتون دارم. ددن وای این باب ایسفنزی گم شدش. کجا رفت این باب ایسفنزی؟ نکنه باب ایسفنزی رو دزدیدن. باید سریع خودم رو برسونم به آقای پلیس و به آقای پلیس اطلاع بدم اومدیم مسافرت خارجی اینجا باب ایسفنزی نیستش. گوشیشو بذار یه بار دیگه بگیرم ببینم چی میگه. الو مشترک مورد نظر خاموش می باشن. باب ایسفنزی با این خانم ازدواج کرده، میگه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. ممنونم برای 70 تا روبی زدی. باید سریع خودم رو برسونم پیش آقای پلیس و از آقای پلیس کمک بگیرم. آقای پلیس، آقای پلیس، بفرمایید. این در باز کن بابا، من بیچاره شدم. ایوا درتون شکست. چی شده اینقدر اعصابت خورده؟ درو برای چی میشکنی ها؟ آقای پلیس بیچاره شدیم. آیتون معلوم بدم اینجا از شما پاستیل گرفتم. پاسپورت آقا جان، پاسپورت. آقای پلیس بابا بیسفنزی رفتیم در جنگل ها داشتیم زوج میزدیم. اونجا یهو با بیسفنزی رفته چوب جمع کنه. دیگه با بیسفنزی رو پیدا نکردم. هر چی زنگ میزنم نگاه کن ببین چی میگه. با بیسفنزی با این خانم ازدواج کرده. ببین چی میگه. الو مشترک مورد نظر خاموش می باشد. الو پاتریک این گوشیش خاموشه. سب کن بابا، چرا با من حرف نمیزنی؟ هی میگی مشترک مورد نظر خاموش میباشه. آقای پلیس این مشکوش میزنه. احتمالا این خانومه یا با باب اسفندی ازدواج کرده یا باب اسفندی رو دزدیده. نه پاتریک، این برای همه موبایل ها هست. هر کس موبایلش خاموش باشه ولی یه نفر بهش زنگ بزنه این خانومه اینو میگه. الان شما گوشیتو خاموش کن. باشه وایسا. الان شما گوشیتو خاموش کن. گوشیمو خاموش کردم. حله بذار شما رو بگیرم. الو مشترک نظر بلاک می باشد. مشترک مورد نظر بلاک می باشد. آقای پلیس ایشون با شما احتمالاً ایشون خانم شما هستش و باب اسفندی رو دزدیده. برویم خانم شما رو دستگیر کنیم. آقا جان شما منو بلاک کردی اینو گفت؟ بله من شما رو بلاک کردم. ای وای لو رفتم ببخشید. چیکار کردی؟ بابا جان این تقصیر من نبود، تقصیر انگشتانم بود. انگشتانم شما رو بلاک کردن. ای بابا انگشتانتونم پس تقصیر مغزتون بود. آقای پلیس اینا رو ولش کن. آقای پلیس باب اسفندی رو برای من پیدا کن. برای من پیدا کن دیگه. باشه من پیگیری میکنم پاتیک. تمام وقتم و تمام روزه میذارم که فقط باب اسفنجی رو بتونم پیدا کنم ببینم کجاست. چون اون یه فرد مهمی هم توی شهر هستش دیگه. بالاخره بود بهترین آشپز کل شهر و بعد برم پیداش کنم. بله. باشه من الان دستور میدم تمامی دوربینا همه جا رو بررسی کنن تا یه ردی از ایشون پیدا کنیم و بتونیم ایشونو برش گردونیم. باشه آقای پلیس بی زحمت یه ماشین میندازیم من دیگه پیاده نرم. پام تاول زده. ای بابا بیا یه ماشین خوب برات بندازم. ماشین برات میخوام بیارم. چه ماشینی؟ دست در نکنه. آقای پلیس چی شد؟ باب اسفندی پیدا کردی؟ آقا جان من نرفتم منو بگردم که پیداش کنم. باشه ماشین برات چی بیارم خوشگله؟ فکر کنم باب اسفندی رو پیدا کرد. آقای پلیس چی شد؟ باب اسفندی رو پیدا کردی؟ نه آقا جان باب اسفنجی چجور پیدا کنم؟ سوارشو برو سوارشو برو. باشه چشم. آقای پلیس چی خدا شد؟ نگهدارت. باب اسفندی پیدا کردی؟ آقا جان باب اسفنجی رو هنوز نرفت بررسی کنم. دارم میرم اگه بذاری. باشه عجب ماشینی ها. یه بار دیگه از آقای پلیس بپرسم. این فکر کنم تا الان پیدا کرده. بذار یه بار دیگه بپرسم. آقای پلیس. بله آقا جان بله. چی شد؟ باب اسفندی پیدا کردی؟ میذاری من برم پیداش کنم؟ باشه
این چرا پیدا نمیشه باب اسفندی؟ واقعا عجیبه. بیروم یه دوری بزنم در سطح شهر ببینم چه خبره. ولی بی جان خودم فکر کنم خانم آقای پلیس باب اسفندی دزدیده. آخه صداشون خیلی شبیه هم بود. به نظر من این جوریه. خب حالا بیروم اینجا یه دوری بزنم بیرم رستوران آقای خرچنگ ببینم اونجا چی کار میکنه. بیزا قبلش اینجا وایستم کنار خیابون یه زنگ بزنم آقای خرچنگ ببینم باب اسفندی اومده یا نه. الو ایلا پیشر جان شایان. سلام آقای خرچنگ، خوب هستی شما؟ بله چه خبر پیشر جان؟ آقای خرچنگ ببخشید باب اسفندی امروز اومده سر کار. ها؟ نه پیشر جان منتظرشم، تو ازش خبر داری پیشر جان؟ من از شما میپرسم آمده سر کار؟ نه پیشر جان نیومدی، من اونو ندیدمش. عجب این باب اسفندی حالا میادش دیگه، رفتی مسافرت. ممنونم برای 170 روبی زدی، خیلی لطف کردی. آقای خرچنگ من بعداً با شما تماس میگیرم. باشه پیشر جان. وایسا بینم برو خوشگله یادش را بینم خوشگله.